میخوای توی 3 ماه یه پروژه واقعی بسازی یا اینکه کارهای روزانه و تکراری تو یه ربات واسه انجام بده؟ با پایتون این کارو میتونی بکنی. بیا بهت بگم. سلام، من مسیح گیکم و خوش اومدی به کانال من. کانال من برای کساییه که میخوان از صفر چیزای کامپیوتر رو یاد بگیرن و بتونن خیلی راحت پروژه بزنن. اول از همه میخوایم ببینیم که پایتون چیه. اینجا رو ببین، این پایتونه. پایتون یک زبان برنامه نویسی خیلی ساده است، البته از نظر من، که بهترین گزینه است برای یادگیری. کاربردهای زیادی هم داره، جلوتر بهتون میگم. حالا چرا باید پایتون یاد بگیریم؟ پایتون تو سر تا سر دنیا محبوبیت خیلی خاصی داره، مخصوصا تو ایران، و پروژه‌های خیلی زیادی واسش هست و همینجوری میشه باهاش کار کرد. حالا شاید پیش خودت بگی چرا طرفدارهای زیادی داره؟ به این دلایلی که الان بهت میگم. اول از همه این که پایتون سینتکس خیلی ساده‌ای داره. یعنی شما به جای اینکه چند خط کد بنویسی، میتونی با یک کلمه یا یک کد ساده خروجی خیلی راحت بگیری ازش. دلیل دوم اینه که توی وبسایت ها، وب اپلیکیشن ها، دیتا ساینس ها، هوش مصنوعی، اتوماسیون و امنیت سایبری و خیلی از موضوعات دیگه کاربرد زیادی داره. یعنی یه جورایی یه زبون همه فن حریفه و همه کار میشه باهاش کرد. دلیل سومش اینه که پایتون رو خیلی سریع میتونی یاد بگیری و خیلی سریع میتونی به نتیجه برسی. یعنی با چند خط کدم میتونی نتیجه کاراتو ببینی. خب قراره تو این دوره چه چیزهایی یاد بگیریم؟ اول از همه قراره مبانی پایتون رو یاد بگیریم. اینکه چجوری کدها رو اجرا کنیم، چجوری ازشون خروجی بگیریم، کاربردهاشون رو بهتون میگم. بعد از اون یاد میگیریم که پروژه های علمی و عملی واقعی بزنیم. پروژه های کاربردی مثل برنامه های اتوماسیون، مبانی هوش مصنوعی، امنیت سایبری و خیلی چیزهای دیگه که توی دوره خیلی جلوتر بهتون میگم. تو هم اگه میخوای روز به روز پیشرفت کنی و پایتون رو از صفر شروع کنی، پیشنهاد میکنم که این کانال رو ساب کنی و اون زنگوله رو روشن کنی. برای اینکه از منم حمایت کنی، ویدیو رو لایک کن، یه کامنت هم بذار. خیلی ممنون ازت. تو ویدیوهای بعدی میبینمت.